بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در جمله قصه هایی که بر شما جوانا بسیار مفید است که برای بفهمین، یکی قصه کشتن یک شخص توسط مار است. دانشمندای سایکولوژی در یک مملکت به این فکر بودن که ما چی داریم، آیا امی تبلیغات در روان انسان تاثیر میکنه یا نمیکنه. بعضی اوقات است مثلا یک کس مریض نمی باشه و از او دوستاش زیاد تبلیغ میکنن، یا یک غذا مضر نیست زیاد سر از او غذا ترکیز میکنن، انسان از نگاه روانی تحت تاثیر قرار میگیره و بالاخره به یک مرض و یا به یک مشکل مبتلا میشه. خاصا نمیره دکترها تحقیق بکنن. این دکترها یک پروژه داشتن به حساب می طب روانی، یا چی کردن گفتن یک این پروژه رو ما تطبیق میکنیم از دیدگاه طب روانی سر یک نفر، ولی این نفر باید کشته شود دیگه. یعنی پروژه سر یک نفر تطبیق میشه، این نفر باید کشته شود. این نفری که کشته میشه در یک پروژه این بسیار خطرناک است. گفت چی کنیم؟ گفت والا بریم به یک محکمه و یک زندانی را پیدا میکنیم که بالای از حکم چی است؟ اعدام است. بعض اون را اعدام میکنن، ما این پروژه طبی خود سر زمین شخص تطبیق میکنیم. رفتن در یکی از زندان ها، نفر زندان گفت که والا ما این 2-3 نفر برای چیز داریم، برای اعدام داریم. خویا کدامش از گفت مثلا فلانی شخص است، اینه نشانشان داد، گفت اینی برای یک ماه بعد اعدام میشه دیگه، خلاص اینو ما میکشیم. توسط چی میکشیم؟ گفت ما مثلا یا چوکی برقی داریم در اون میشانی میشه، برق میته میشه میموره، یا گردنش اسپانه میپرتیم. خب مقصد به یک شکل از اشکالی را اعدام میکنیم. این از پیشان تقاضا کرد، گفت خیلی مسئول کلان از اینا را امروز ملاقات کرد و برش گفت که بیاز شما ایره میکشین، منتها ایره اجازه بده نمیره ما بکشیم، به یک اسلوب خاص خود میکشیم، بیاز خب کشته میشه دیگه، ما این یک پروژه داریم. گفت سه است بیاین. یا رفتن همین زندانی را 6 تا یا گفتن که ما میخوایم همین زندانی را تحت مار بکشیم. یک قسم مارکای چوچه هستن، بسیار زهر خطرناک داره که مجرد یک کس را میخوره نیش میزنه، ای چی میشه؟ ای سیاه میگرده و رنگش تغییر میکنه و وضعیتش خراب میشه. بازورا گفتن که میاریم و یه کت زمین چیز میکشیم، مار. خب اونا قبول کردن، گفتن درست است، وقتی که شما کتازو میخواین بکشین با کدام مشکل نداریم. رفتن و از زندانی رو شاندن و برش گفتن که برادر خودت از حکم اعدامت خبر داری؟ از حکم اعدامت خبر داری که اعدام میشی، پس اعدامت میکنیم، منتها فیصله شده از طرف محکمه که می اعدام تو توسط مار شود. مریض گفت سعید دیگه بیاز مرا اعدام میکنن، چی مار و چی رسپان و چی برق. وقتی که مردی چی آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. وقتی که جان پاکت میره در سر تخت هم که بموری اونمو شرطنک میزنی، در سر خاک هم که افتاده باشیم. خب بالاخره روزانه بر از این تلقین میکردن. هر روز مثلا یک کس میامد و دیگه زندانی ها هم گفتن که برادر این کت مار میکشه، باز بر از این نفر میگه برادر این تو مار است، این قسم تو را بگذه، این تو تمام وجودت سیاه میگرده و زار از این بسیار خطرناک است. و این قسم است این زندانی هم تو از نگاه روانی دیگه آماده هست بر از این چیز، این آماده میسازن که این کت مار کشته شود. خب یک روز 2 روز 3 روز خب بالاخره ماه از این پوره میشه و دیگه زندانی هم که میان باز برش میگن که والا خودت کت مار میکشن، این بسیار خطرناک است، زار از این بسیار چیز است. ما دکترها میان بسیاری وقتا. خب خلاصه این زندانی دیگه هم تو از نگاه روحی دیگه 100% آماده است که صبح ساعت 10 بجه مرا میبرن و اعدام میکردن، منتها توسط مار. اینو میبرن راستی وقتش که پوره میشه در یک اتاق کلان است، در این اتاقی را داخل میکنن و
چشمای زیر بسته میکنن و هم لباسایی که ایداره ایره میکشن و امی ما را رها میکنن و ایره نیش میزنه و بالاخره نفر میموره و دکترهای دیگه میاین و ایره سیل میکنن و نظر میتن که بله امی ماری که گزیده تمام آثار ازیده وجود ازی است، جسم ازی هم تغییر کرده و اعضای بدنشان به مو شکل تغییر کرده و اما آثاری که مار میگزه و یک کس را میکشه در وجود دیده میشه. تمامی گزارش نوشته میشه. خلاصی مردکه را میخوان ببرن یا دفن کنن یا هر قسم که است. مشکل در کجا پیدا میشه؟ مشکل در اینجا پیدا میشه که وقتی که کل چیزای طبی خلاص میشه، امی دکترای روانشناس بر از اینا میگن که ما همین وقتی که برازی ما را اعلام میدادیم، ما اینجا مار اعلام ندادیم، موش اعلام داده بودیم. فهمیدین؟ ما برازی موش اعلام داده بودیم. وقتی که موشی را دندان کنده، چون این روانن آماده بوده برای همین قسم همت یک آسیب که سر من مت یک آلت میه، پس چی میشه؟ این با گزیدن موش، در حالی که موش دنداناش نمیکشه کسی را، ولی چون این از نگاه روانی همت یک چیز چی میکرد، بالاخره تمام آثار همین در وجود از دیده میشه. بازی به این نتیجه میرسن که بسیاری اوقات یک نفر است امرای از جنگ روانی میشه، او از نگاه روانی تحت تاثیر قرار میگیره. من یک وقت یادم یک از دوستایم بودن در لیبیا، وقتی که من تحصیل میکردم او از سوریه بود، با هم بسیار دوست نزدیک بودیم. بازی یک روز برای من میگفت که میگفت که غربی آن قطر چون در قسم ملک از زیاد تاثیر کرده بود، جنگ روانی زیاد شده بود، گفت غربی های قدر قوی هستند که مثلا یا میفهمن که تو چه قسم لباس پوشیدی، حتی میتونن لباس های داخلی تو رنگ زیر پیرانی تو میفهمه و نوعیت تکیش هم میفهمه و بسیار کامراهای سکیوریتی خطرناک دارن. باز ما اگر روز که تشیشته ما میفهمیدیم که تحت تاثیر تبلیغات بسیار زیاد رفته. باز ما چی میکردم؟ چیزی نمیگفتیم، میفهمیدم گفتم باش که کدام وقت شب باز یک دلیل پیدا بکنم میره قناعت بودم. باز این روز پیش تلویزیون شیشته بودیم، خبرها میگفت که در لندن نشان میداد که پلیس لندن در داخل لندن موترها را تلاشی میکنه. من برای گفتم سایکو تو برای گفتی که یا اینقدر آگاهی دارن که حتی لباسهای زیرپیرانی موترهای ما را میفهمن که ما چی پوشیدیم، پس چرا در شهر خود یا چی میکنن تلاشی میکنن موترهای خدا؟ پس باید بفهمد پیش فلانی سلاس، پیش فلانی کلاشینکوف است، پیش فلانی بمب است. عالی در سرکای وقت ما را که در این مملکت ما دقیق میفهمه، خیلی مملکت خود خب باید 100% بفهمه. پس معلوم میشه که این کلش چی است؟ جنگ روانی است که اکثرا مسلمانای امروزی که هستن تحت تاثیر همین جنگ روانی هستن. مثلا یک شخصیت میخوان بدنام بسازن، تو روانی کار میکنن، یک گروه اسلامی را یا کسی را از نگاه روانی کار میکنن و بین مردم همین چیزا پخش میکنن. بالاخره کل مردم ببینی چی است؟ میگه کدام وقتی کدام شخص بوده سر مردم رشخند میزده، کل مردم از نانبایی ایستاده بودن. گفتم بیا میره یک بازی بودم که امی نانبایی یک ذره چیز شود بیرو بارش کم شد، من چند تا نان بگیرم. بابا گفت شما اینجا نان میخرین، اونجا نانبایی دیگه خیرات کردن. گفته که هر کس که میره 5 نان هم تو مفت میته. این مردم کلگی دویده که والا خب راست میگی. وقتی که دویده یک دفعه خودش هم تحت تاثیر ازی شده که والا مردم میره این راست نباشه. خودش هم میده دیگه. بعضی اوقات تو میشه یا کسی مثلا مرکب میگه داشتم مرکب خدا میبره پیش چی در بازار برای فروختن در نقاش. خواهی کسایی که میفروشن یا حیوانات یا بسیار تیزی زبان داره. این قرار هم استاد است یک نفر میبرش میگه که این مرکب خود چرا میفروشه؟ پیر شده و دیگه کار کردن نمیتونه و بار صحیح نمیبره. انترا گفته گمش کرده برم بفروشم، باز یک چند رو پیدگان پردم یک تا دیگه بخرم. این اونجا میره به اون نفر که میته خودش قرار استاد است و نفر دیگه بر از اون مرکب میگه او برادر عزیز این مرکب که هست 40 سیر بار میبره که این قدر قوی است که بسیار کم کام میخوره که بسیار خوب چیز است. بالاخره این مردک عزیز که تبلیغ میکنه به این مردم ها این پس همین مرکبک خدا میگیره میگه بیادر من
بفروشم خودم پس میبرم. چرا میگه قصفات که دارم من چرا بفروشم در حالی که بعد از این خوب از نگاه چیز خودش از خودش است. این حال میگه که امی جنگ روانی که است این بسیار خطرناک است و بسیار تاثیر میکنه و اکثرا امروز مسلمانای ما و شما که بسیار ذلیل شدن و بسیار ضعیف شدن امی است که زود تحت تاثیر تبلیغات دیگرها قرار میگیرن. یهودو تو میکنن، نصارا تو میکنن. من کسی شب بودم که پلان یهودی است که او ما رو تغییر بده، که نان ما رو تغییر بده، که خوراک ما رو تغییر بده، که ما رو کنه. من گفتم خب سعی همین یهودی هم مقدار پلان داره. همین آیت قرآن رو نخواندی که ویم کرون و یم کر الله، اونا پروژه میگیرن و الله هم پروژه های خود داره. والله خیر الماکرین، یعنی الله بهترین برنامه‌ریز است. پس وقتی که اونا پروژه میسازن الله در مقابل پروژه های از اونا پروژه های دیگه داره که همون تو بنده های خاص خودت تربیه میکنه که پروژه های از اونا خنثی میشه و بالاخره اونا شکست میخورن. از این خاطر اکثرا شما کتابایی را که مطالعه میکنین متوجه باشین که به حساب جنگ روانی فکرتان باشه حال بعضی کتاب ها هست که همین موضوع را زیاد چی میکنن. مثلا شما جوانا میرین کتاب از شعار میخرین، کدام کتاب زیاد خوشتان میاد؟ مثلا میرین یک کتاب هست میگه اعترافات یک جاسوس روسی، اعترافات یک جاسوس انگلیسی، فهمید؟ یعنی اعترافات یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همور درباره محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه نوشته شده بود. من وقتی که میره خواندم یک 20 سال پیش یا 30 سال پیش در افغانستان یک از برام مرد، وقتی در کشور عربی هم رفتم اول کتاب میره برام آوردن و کل جوانان میخواندن و این از این اول که سعی کنین که کلش دروغ است دروغ است دروغ است دروغ است. اینا چی میکنن؟ میخوانم استخبارات خود، قوت‌های دفاعی خود یار بسیار قوی نشان بدن که من خود جاسوس هستم، حالا تو اعتراف میکنم که یتر بودی تو بود، یا میخوای یک شخصیت بدنام بسازن. پس تو شخصیت چه قسم بدنام میسازن که اینه ما این شخصیت چی کردیم؟ این ما ساختیم. مثلا یک نفر انگلیس میخواد یک کس دشمن ما است، نه اما یک کتاب نوشته میکنه به نام اعترافات جاسوس فرانسوی یا جاسوس انگلیسی یا جاسوس روسی. پس میخواد که نمی استاد دایی در حال که ما در روسیه تا بال نرفتیم، یک وقتی در روسیه خطرک بود و باز اونجا کلان شده، باز ما روسا سر از کار کردیم و ایره مثلا باز ما روش دادیم و ایجنت ساختیم. چطور ساختیم؟ چرا ساختیم؟ باز این جوانا وقتی که کتابو میخورن عوض که از عقل خود کار بگیرن، باز که تحت تاثیر از این میرن، باز میخزن یک عالم یا یک دعوتگر یا یک مسلمانه، بازی دیگه پشت سرش میگن و میگن و میگن و میگن. حالا مثلا بسیاری کسا که سال کنی وقتی که درباره شخصیت محمد بن عبدالوهاب گپ میزنن، اما اصل کل گپش سر چی است؟ مرجعش چی است؟ اونم اعترافات جاسوس انگلیسی. در حالی که یکی از علما، یکی از دکترایی که متخصص است، دکترا داره در رشته خود، این میگه من اسناد وزارت مستعمرات انگلیس کلش تحقیق کردم، هیچ میگه چیز نیافتم به نام مستر همور، هیچ دمو اسناد از اونها اصلا هم یک شخصی وجود نداشته. به خود انگلستانی رفته. چرا وقتی که یا که آمدن مثلا استعمار کردن شرق، بازی اسنادا را نگاه کردن اونجا که مثلا در فلانی منطقه ما جاسوس داشتیم، مقدار پلیس داشتیم، مقدار مثلا جنرالا داشتیم، مقدار چیزا داشتیم. او را من یک سند تاریخی حفظ کردم. میگم برای که من کل هزار ما پالیدیم، گفتن که ما به این نام مستر همور هیچ اصلا انگلیسی وجود نداشتن و هیچی نداشته. این حال کسی که دشمن ازی بودن همون یک قصه که جور کرده و نامش مستر همور مانده و چی مانده. من میخوام مثلا بذات خودت یک کار بکنم، میگم که مثلا اعترافات یک جاسوس روسی به نام چیز مثلا لیون گورگی، این حال برای نشته میکنم که یکی نفر در روسیه ما برد، نه حالا خودت هیچ روسیه نرفتی و این ما یک قسم تربیه کردم و یک قسم برای پیسه دادم و یک قسم میده چطور کردم. پس آن تو خبرم نداری که کتابک چاپ میشه سوال میگیری که چی است رسوای ها مخوام ساخته و کل اگر میگه این سر تو فلان رسی. اینی چی است؟ اینی اکثرا جنگای چی است؟ جنگای روانی هست. حالا شما سعی کنین که موش عین تاثیر کرده بود، یعنی همین قسم پوست از سیاه گشته بود، همین قسم رنگش خراب شده بود، همین قسم جای به جای مرده بود. چرا او از نگاه روانی چی بود؟ 100% متآماده بود که من از ما را اعلام میده و من کشته میشم. چرا یک نفرم نمیگفت؟ کل نفرای زندان را برش گفته میرفتن و خود دکترها میامدن برش میگفتن
رئیس پلیس هم برش اعلان کرد، همین کسی که اعدام میکرد و هم برش اعلان کرد که او برادر تو خو کت مار کشته میشه، او برادر تو کت مار کشته میشه. بیخی دیگه هم تو 100% آماده بود. وقتی که موش شیره دندان کن، همین تاثیر موش اینه چی کرد بالاخره چیز کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد محترم، قسمی که شما گفتین همی که مثلا این نفر موشم نگزیده، چیز مارم نگزیده، بازم میره امی تاثیراتش آمده. در انگلیسی یا در سایکولوژی یک قانون است به نام repeated affirmation. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد قسمی که شما قصه را فرمودین، امی در سایکولوژی یک قانون است که به نام repeated affirmation که یک چیز شما تا که قبول میشه تکرار کرده میرین. مثلا من میگم 2 جمع 2 5 است، ذهن شما این را قبول نمیکنه. وقتی اینا میگن که 2 جمع 2 5 است، بازم قبول نمیکنین. تا که میره اینا میگن قوم میگن کلا یک 10 نفرم تو میگن، باز نفر 11 که میگه شما در ذهنتون یک چیز میگید که صبر کو یکی دروغ هو گفت. امی نفر خب برنامه گفتن که 2 جمع 2 5 است، شاید خب امکان داشته باشه. این قانون در سال 2014 برآمده بود. این باز ساز امی قانون که شما خب در ذهنتون جای میشه که خیره. من اینو اگه یک نفر باشین که بی سواد باشین مثلا، یا مثلا یک نفر باشین که وقت ندارین که تحقیق بکنین، با شما قبول میکنین که صحیح است. 2 جمع 2 5 است. یک نفر گفت حتما که صحیح است که اینا میگن، باز قبول میکنین. غرب هم از این قانون استفاده میکنه. تا هنوز استفاده کرده و عمل هم استفاده میکنه. یک چیز بر ما تبلیغ میکنه، ما اولا میفهمیم که همین دروغ است و در ذهن ما بسیار 100% قبول میکنه که این خراب است. بازم یک چند روز بعد میبینیم که نه خیره. ای تلویزیون پرتو و تلویزیون پرتو تکرار کو. مثلا من شخصا خودم مثلا صنفای 8 9 که بودیم، مثلا یگان طور میدیدیم که مرگ به امریکا میگفت، یا مثلا بازد از اونها بود دایم. ما خب در انگلیسی زیاد شوق داشتم و کتابایی که ما خواندیم تمامش انگلیسی بود و از امریکایی بود دیگه، غرب بود. باز من فکر میکردم یا خودم خوب هستن، باز ما چرا امروز از اونها دشمنی کنیم؟ امروز ما میخواین صلح کنن. یعنی علمیت ما کم بود و از طریق تلویزیون که میدیدم مثلا بعضی فیلم‌ها را، بعضی ویدیوها را، در ذهن ما جا شده بود که نه امریکایی‌ها بد نیست، ما بد هستیم. اینا خود ما را بد میدانستم. باز رفته که در این باره تحقیق کردیم، یعنی ذهن ما که واش شد، فهمیدم که نه اصلا گپ دیگر رقم است. یعنی امی قانون ریپیتد افرمیشن بسیار یک قانون است مشکل است، یعنی بسیار یک قانونی است که متاثر کننده است. زیاد جوانا زیاد اکثر علمای ما در این مبتلا است. برای ما یک چیز تبلیغ میکنه و مثلا اگه تصور بکنین شما یک 20 سال پیش یا یک 40 سال پیش که مثلا تلویزیون باشه، یا که مثلا یک 20 سال پیش که تلویزیون نبرآمده بود، اگه فیلم‌ها را که می‌دیدین مثلا یک کمی اگه مزخرف باشه، یک کمی اگه مثلا دختر باشه و که بی‌حجاب باشه یا که بی‌چادر باشه، ما میشرمیدیم. شخصا خودم میشرمیدم، میگفتم میرا سعی نمیکنم. آله در این عصر امروی فامیل کل یک جاست، این یک سریالا مانده میشه که عقل انسان قبول نمیکنه، یک عقل یک مسلمان قبول نمیکنه. یک سریالا مانده میشه که دختر و بچه یک جا میشه و کارهای خراب میکنن، بازم سعی کردن یک چیز عادی برشون شده. یعنی از بس که زیاد تکرار شده میگن. یعنی مثلا یک وقتا خب مثلا زنا و لوچ نبود دی که مثلا یک 20 سال پیش، اما اولی سعی کنین روز به روز رفته همین قانون سرشون تطبیق شده رئیس و میگن که اسلام حق ما را نمیده، حقوق بشر است. این گپا باز روز به روز زیاد شده است. باز دلیلش همین قانون است که به نام ریپیتد افرمیشن است و امریکا زیاد از این استفاده میکنه و کامیاب هم تقریبا شده. خب اصلا همین قصه که من گفتم و هدف از این قصه همین عبارت بوده، همین قانونی که شما گفتین که repeated affirmation اینال مثلا مثال که شما بسیار خوب مثال دادین، نه ما مسلمان ها در کتاب های خود میخوانیم که حقوق زن، یعنی اولین حق زن حفظ شخصیت زن است. یعنی وقت اسلام آمد اولین حقی که بر زن داد شخصیت زنه، از همون حالتی که در سابق بود که مثلا میگفتن زن یک چیز به شخصیت است، به ارزش است،
این زن به شخصیت و به ارزش به نظر از اونا باید کشته شود، باید زنده به خاک شود، زنده به گور شود. اسلام آمد امیر تغییر داد و شخصیت زن برای مردم فهماند که زن نه تنها، حتی اونا ضعف شخصیت زن پیش از اونا این بود که اگر یک مرد مثلا چند خانم میگرفت، 20-30 خانم میگرفت، وقتی که یک مرد فوت میکرد باز امی چیزهای ازیره، زنهای ازیره باز امی فرزندش مادراندرای خود به میراث میبردن، مثل میراث وارد تقسیم میشد بین از امی بچهای چیز اصلی. مادراندرا چی میشد؟ تقسیم میشد. مثلا 5 زن از این بیادر میسید، 5 تقسیم میشد، مثل گوسفندای خودم توزیع میکردن، گاوای خودم توزیع میکردن، همه مادراندرای خودم چی میکردن؟ توزیع میکردن. این حال اسلام آمد به خاطر از اینکه حقوق زن داده شود، باید از کجا شروع شود؟ از شخصیت زن استفاده شود که زن باید در جامعه شخصیت عالی داشته باشه. و به می خاطر در یهودیت میگفتن که زن یک چیزی بسیار بی‌ارزش است و حتی در کتاب از اونا در تورات همین قسم در صفحات اولش که شما بخواین همین قسم آمده که زن سبب شد که آدم از امو دانه ممنوعه، از امو میوه ممنوعه بخوره. بنان زن لعنت است، بالاش لعنت است. این آیت قرآن آمد گفت که نه فازلهم الشیطان، یا ملامت نیستن، اردوی از اینا را شیطان چی کرده؟ لغزان. یعنی زن ملامت نیست بلکه شیطان ملامت است. به می قسم مثلا زنای با شخصیت را در جامعه پیش کرد که مردم بفهمند که شخصیت زن بسیار عالی هست. مثلا بیبی خدیجه یک روز در مجلس می باشم، میایه که پیش از اینکه در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و برسه، جبریل امین میایه و بر پیغمبر صلی الله علیه و میگه که اینال یک خانم در مجلس تو داخل میشه که این خانم برش یک ظرف غذا در دستش است، میایه تو بر از این دو چیزه بگو. اول برش بگو که الله بر تو سلام فرستادم. یعنی تصور کنین در یک مجلس که اصحاب مثلا به هزار صحابی پیغمبر است، در بین هزار صحابی پیام الهی میه و سلام فرستاده میشه برای کی؟ برای بیبی خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها. مثل ما شما در یک مجلس داشتیم، در بین ما و شما یک پیام میه که یک شخصیت بسیار مشهور و بزرگ مثلا میگه که برای خودت سلام فرستاده، پس برای تو یک موقف بسیار عالی میده که فلان شخص با این چیزا. اینا فکر کو که خالق متعال، خالق کائنات، خالق زمین و آسمان، خالقی که پیغمبر بندهش است، او میخزه، او چی میکنه؟ یک پیام میفرسته برای این بیبی خدیجه، برای یک شخصیت بسیار عالی میده. یا مثلا شخصیت زن چه قسم رشد میده که یک زن به نام خوله عمر رضی الله عنه استاد میکنه و یک ساعت برش گپ میزنه و در زیر هفته است. یک کسی میگه که تو امیر المؤمنین هستی و بیرق اسلام در اروپا و در امریکا و در افریقا بلند کردی، امور میگفتی که در یک سایه گپش میگفتی پسان بیا، یا مثلا او میگفت که آرام گپ کسی را که الله در قرآن گفته که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. این گپ از الله شنیده و در آیت قرآن درباره از نازل شده. و یا ای که مثلا ما شما 3 میلیون 4 میلیون حاجی سالانه وقتی که حاجی ها میرن و چند میلیون عمره میرن، بین این صفا و مروه تمثیلی کی را میکنن؟ تمثیل یک زن میکنن. متوجه هستین؟ پس این در حقیقت برای زمین زن چی میته؟ یک شخصیت بسیار عالی میته. اما مشکل چی است؟ اینال رسانه های غربی حقوق زن برای ما و شما زیادتر در چی تمثیل میکنن؟ ما اگه شما برین در غرب سعی کنیم ارزان ترین متا، بی ارزش ترین متا و بی شخصیت ترین مخلوق زن است در غرب. به خاطر در هر مجله سیل کنی، عکس عزیز در هر سایتش که باز میکنی زنا را با حالات بسیار زشت برهنه و با بسیار حالات، یک شامپور یک قلم هم که میفروشن
یک زن میرقصان. یک استاد ما بود، میگه من جرمنی ما رفتم، میگه یک پروفسور جرمنی شیشته بود، یک دانه شامپو اعلان میکردن، یک چبلی را یک زن چرخک زد و داخلش چبلی را بالا کرد که چیز. میگه من بهش گفتم شما این زن میفروشین یا چبلی را میفروشین؟ گفت که ما چبلی را میفروشیم. میگه من بهش گفتم همین چبلی را میچرخاندین، شما این زن رقصاندین. پس هر مجله که سیل کنیم، مثلا من یک دفعه اروپا رفتم، در اول مرتبه که در میدان هوایی داخل شدم، یک چند ساعت باید میدان می بودیم، من رفتم گفتم باش چاک وقت ما پوره میشه، موجه کتاب فروشی بود، مجله فروشی، کمی رفتم کمی هر مجله رو بالا میکنی یک زن برهنه، هر مجله رو بلند میکنی یک زن برهنه در حالت بسیار خراب. پس موجه معلوم میشه که اینجا بسیار شخصیت زن چی است، بی ارزش است. لکن آل غربی ها چی کردن؟ به اساس می قاعده که شما گفتین، عزیزی که زیاد گفته تبلیغ کرده، یعنی در ذهنیت مردم اوت جای به جای شده که شخصیت زن و حقوق زن وقتی چی میشه خوب داده میشه که شوهرش ایره برهنه بسازه و در روی سرکای روان بکنه و این برقصه، یعنی بسیار حقوق ارزی داده میشه. یعنی گپ است که یعنی زیاد تکرار شده در رسانه ها. حالا مردم حداقل هم کتاب خودم، قرآن هم، سنت هم، دین هم، شخصیت زن نمیفهمه که ما مثلا در اسلام چی زنهای با شخصیت داریم و در تاریخ اسلام اونا چقدر. نه، اینا میخوان که این زن برهنه رقاصه را که مثلا از این مردها منایس یک کالای بسیار بی ارزش استفاده میکنن، اینه بر مردم چی کنن؟ اما تلقین شده که این نمی چی هست، این حقوق ازی به این شکل آماده میشه و بسیاری کسا همیشه میپذیرن. یعنی ما کسایی را میشناسم که در خانهشان 30 سال از ایوار خود روی میگرفتن، لکن امروز وقتی سیل کنی اونمو کسی که مثلا از ایوار خود در خانه روی میگرفته و بسیار زنا و دخترها و بچهای مولوی ها هست، اینا میاره سیل کنی که باز زنای از یاره که در اوتلا سیل کنی فیلمایشون که میاره باز خودش فیلمش میاره پیشریت میمونه که زن فلانی خان یعنی زن فلانی است که نه تن میپرته اون تو حتی بسیاری وقت رویش دیدن نمیتونستی حال در مقابل کامera خانمش دخترش میرقصه و فیلمش هم خودش میاره. برش میگه اینی خانم فلانی است، اینی دختر فلانی است، اینی خانم فلانی است. یعنی بسیاری وقتا ما از حیا امور وقتی که خانهشان بعضی دوستا که تو ببینی از حیا خانم از رو دیده نمیتونی و خانمش هم نمیه، لکن چون تبلیغات زیاد شده در مقابل کامera ایستاد کردن زن و فیلم برداری کردن، بسیار آدمای دیندار سال کنین نه خوب دیندار است، لکن وقتی که کامera دستش آمد باز خانه زنا داخل میشه و اون خانم ها طبعا در بین خود در عروسی میرقصن، در بین خود میرقصن، اون ملامت نیست، لکن بی غیرتی از این مردی است که اون فیلم برداری میکنه، بازو فیلم عروسی خدا یا فیلم شیرینی خوری خدا بازیگر روز براتون منایس یک چی میاره، منایس یک تحفه میاره برات، بیا کمی فیلم شیرینی خوری مسائل کو یا فیلم عروسی مسائل کو، وقتی که اون سائل میکنی تو فکر میکنی خب مردم دیندار هستن، ملاخیلا هستن، مردمای خوب هستن، یا دیگه حتما مردا هست، عروسی اسلامی است، نه مثل عروسی خودت اسلامی بود، نه در اون چیز. اما پسان یک وقت دیگه سال میکنی که در اون طرف قسمت دیگه که می سال میکنی که در بین زنا مردا داخل شده و تصویرها هست و بازور هم مثلا بسیاری عروسی ها برعکس از این که محفل مردا فیلم برداری شده یا چیزای خوب، حتی خانه زنها فیلم برداری میشه و این میره از ذهنیت امی غیرت و امی غرور و امی ایمانداری کاملا چی شده؟ برداشته شده و هیچ تو از این نمیشرمم، خجالت هم نمیکشم. یا که مثلا در خدمات ها همین ویدیوش میارن فیلم کرد میارن اون میگن امیر در برنامه سی دی تبدیل کن، سی دی تبدیل کن و خودش هم میشینه، زنش خارش تمامش هم تو رقص کرده شیشته نفر خدمات اینجا شیشته او را تنظیم میکنه، یک کسی که ادیت میکنه یک به یک هم تو خط مندازه و ادیت میکنه، رنگش تبدیل میکنه، باز به سی دی کانورت میکنه، کل نشسته ببین شام کدش هست می خود می شام خود می امیچی تو میاره میگه بی ادیت کو اون خودش اشته اون ادیت دقیقش نمیشه عادی معلوم میشه، ادیت میکنی خوارش است، خوارش، زنش، مادرش، دخترش، دخترای کاکاش، دخترای مامان، کل ناموسش دیگه بشه. کاش کم پتون باشه کل لوچ لباسای عصری دیگه. وانا باز این فیلم دیگه از پیشریت خوب میگیری، خوب ادیت کو خانم مرا خوب عکس پیش بیاره، بازو میاره و باز پس میبره چه میکنه، باز بعد از بازی رو میاره دیگه. روز نه باز شما رفتین باز تو نمیگه که حالا ما کردم برای این فیلم باشه برای فامیل خودمانه، باز فوراً مثلا که از خودگیشان از اروپا، یک از خودگیشان از امریکا، یا خودگیشان از دیگه جای باز بر از روان میکنم والا همین کاپی فیلم خود برای فلانی روان کردم. حتی بسیاری کساس ما اما تو دور خورده آمده
اما فیلم از ما پد کرده خب بعضی کسا از ما پد کرده باز چی شده ایره که مثلا برازو داده بازو دیگه همون تو دست بدست دیگه روز میام یک از میاد در کامپیوتر من تو بیا که یک فیلم که سیل کردیم که فیلم پلی میکنم از برای یا الله هیچ که پس هیچ قیامت است اینا چون امی بی غیرتی و بی ایمانی تکرار شده عادی شده بی بالاخره عادی شد. در یکی از ولایت افغانستان یک مشکل بسیار بزرگی پیدا شد که در یک خانه عروسی است و در بین عروسی مثلا تعداد از دخترها دیگه پیش سازنده میرقصن اما مردایشان جدا است تنها بر از این زنها یک ساز گرفته و یا در موجه میرقصن مثلا یا والله علم که ساز است یا دایره هست یا هر چی هست همین زنها میرقصن منتها همه اشتباه کردن که همین کامرامن نگذاشتن که یه فیلم برداری بکنن این وقتی که پیش شما که گفتین برای ایدیت رفته پس آن که سهل میکنن که همین ادیتور فیلم از این گرفته نشر کرده چه قسم نشر کرده برازی یک خواننده بسیار یک دانه خواننده مشهور بوده که تو بسیار تو رقاصه ها پیش از این میخواندن آهنگ از او انداخته و رقص از یار انداخته مواد خامش پیش از مواد پختره با خود آرشیمه داخل وقتی که تو دادی فیلم دیگه نفر خوب بردی دیگه مواد خام پیش از او چیز گذاشتین پیش او هم ادیتور و تراک هست نه این دیگه صاحب گرفته یا هم سر از یا فروخته سر کدام کسی و هم کت از یا زد داشته او نه یا دشمنی داشتن با دشمنی فامیلی این دشمنی فامیلی از یا میخواستن که یک ضربه بزنن رفته و مردکه رو گفتم ببر 10,000 یا 20,000 یا 30,000 پیسه میتم امیر بر جور کو و هم گرفته سه به یک شکل از پیش از او گرفته پیش دیگه نفر بردیشه و برای او گفتن که نمی فیلم است یا با چی است امیر جور کو و امید دور دیگه پیسه میگیره دیگه گفتم من چی خبر هستم صاحب آهنگ از او انداخته رقص از یار انداخته یک وقت یک چند وقت بعد است که در یک مجلس میره یا برش نشان میده که سهل میکنه امی پدر از این دختر خود میگم جای به جای سکته قلبی کرده یعنی خودش خود به دست خودش کرد باز میگه برادرای از حال میگه از کجا دیگه جمع کنی یک دفعه که یک فیلم در اینترنت افتاد پخش شد باز دیگه از دست تو خطا خورد و کل آبرو و عزتشان یعنی بهتر برای یک مسلمانی است پیش از اینکه در یک بلا گرفتار شوه از این نمیشه والا مشکل است همین قاعده گپ سر قاعده بود که همین قاعده بسیار خطرناک است که بسیاری وقتا در ذهنیت ما و شما وقتی زیاد تکرار میکنه بالاخره تاثیر میکنه از این خاطر انسان مسلمان باید روزانه بسیار زیاد کلمه را میگه اذا تکرر الکلام على اللسان استقر في القلب یک قاعده اسلامی هست فهمیدین یعنی قاعده رو شما انگلیسی چه گفتین قاعده اصل اسلامیش همین است که وقتی که یک سخن زیاد تکرار میشه از چشم از زبان از گوش استقر في القلب از خاطر شما زیادتر در مجالس صالحین بشینین زیادتر شما مثلا قرآن بشنوین زیادتر چند مرتبه روزانه 100 مرتبه لا اله الا الله بگین تا وقتی که لا اله الا الله چی شود در قلبتان جای بگیره و دوادی جان کندن کس نه امیدان لبت را خشک میمونه باز این از قلب میبرایه این حال در قلبتان چی است؟ لا اله الا با لا اله الا الله باز یک خوبی داره که به دندان لب نیاز نداره لا اله الا الله هیچ باز نیاز دندان نداره این از قلب میبرایه و باز آخری کلمه دوادی جان کندن لا اله الا الله میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته